ذاتی خسرو و جمع بودیم یا نبودیم از ذاتی خسرو و جمع بودیم یا نبودیم ای دوستان در عالم بودیم یا نبودیم یک لحظه شاد و بیغم بودیم یا نبودیم بودیم یا نبودیم Yapma kestok ya mezani. Oraya ama ham bokulu başlı burada. Hala Haydar piş var. Haydar? Ha o kırıldı. Pişerim bak kudan. Müzeyi de oldu. Geldi kalime ba. Buradaki geldi. Bitti lan ne kadar? دریا مجنون دریا منم یا مجنون یا منم دریا مجنون دریا منم یا مجنون دنیا منم یاری Акно потолок шагрызди. Я гадор ха. Nasıl can? دستی برم بر روی تو پیشاتی بینم روی تو دستی برم بر روی تو دارم زندگی Ha koy to bahçe önce rahatlı şimdi. Zali var bak. Gök kanser bir işte adam da. Zaki motosu da hocam ben de ona önce rahatlı şimdi. Osmaniya sovetskiler var. Надо советский член. Жанда сесун кылалар. Советский. Oldu da artmaz. Şundan da var. Evet, bakın da قربانی چشمانت شود از سر فشان گه دل فشان بر موی افشانت شود دریا مجنون دریا مجنون دریا هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیدار روی دوستان هیچ تلخی نیست بر دل تختر از فراق دوستان پرهنر انا با انمین تشکیلی و من امین کوشش و غیرت همین ملا ظهور
امروز ما تمام همکرسا جمع شدیم یک خیل‌ها را طول 40 سال باز اکو یکم مراتب می‌بینیم و همین واقعی باعث خرسندی شخصا من است که چهره های شناس بعد از 40 سال من می‌بینم. یکی از بهترین حیات هر یک انسان این دوره استودنتی است. دوره استودنتی هیچگاه هیچ کس فراموش کرده نمیتونه. برای همین تشکر به ملا ظهور آنهایی که مثال تشکیل کردن امروز ما به دیدار همدیگر میرسیم و پروردگار نصیب ما گرداند که باز 10 ساله های آینده با همدیگر واخوریم. بودم جزا شدم گریه مکن برای من گریه مکن برای من گریه مکن برای من خودم زخمی کشاده خودم کشته زاده خودم نوه بکن ندای من گریه مکن برای من گریه مکن برای من پایی نوشتم که 40 سال باز من در عمل با آدمان و هم اجل اما نیافتم داروی درمان کند درد اجل. در طول این 40 سال زیاده از 100 نفر همکرسای ما از عالم گذشتند، پدرود گفتند و شکر آن میکنیم که شما امروز زنده هستید، با ما هستید و حیات خودش یک چیزی است که از عموما از دوستی، محبت، رفاقت رفت و آمد آدم الهام میگیرد، عمر دراز میبیند. من با همه شما پیش از همه عمر دراز، سلامتی، در خانهاتون صلح و صفا تمنا دارم. بگذار در تمام خانه مردم دنیا صلح باشد، آسمان صاف باشد، مردم روز کم و غم نبینند، دائم از آب و از نان تامین باشند و وظیفه ما طبیبان به مردم هدایت کردن سالمی دراز عمری است که ما امروز در صحبت‌های خود با شما بعضی از این نقطه‌های گفته گذار کردیم. 40 سالگی البته این دوره کمالات است. من فکر میکنم که همه همکرسای ما تا 100 می‌دارند و عمر دراز می‌بینند. سلامت باشید.